بچه‌های عزیزم سلام. شبتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. داستانی که امشب میخوام براتون تعریف کنم از کتاب کلیله و دمنه است. کلیله و دمنه بچه‌ها 2 شغالن که میان داستانای خیلی قشنگ و آموزنده ای رو برای شما تعریف میکنن. این کتاب در اصل به زبان هندی بوده. اسم این 2 شغالم کرتکا و دمنکا بوده. اما این کتاب انقدر معروف و آموزنده بوده که به زبانهای مختلفی ترجمه میشه و آقای نصرالله منشی این کتاب رو از زبان عربی به زبان فارسی هم برای ما ترجمه میکنن. خانم طاهره خلیلی کسمایی هم زحمت کشیدن یک سری داستان‌های زیبا از این کتاب رو به زبان ساده تر برای شما نوشتن تا شما عزیزان هم بتونین از این داستان‌ها لذت ببرید. داستانی که من امشب میخوام براتون بخونم اسمش هست خرگوش قهرمان. آماده این؟ امیدوارم که از این داستان لذت ببرین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. صدای غرش شیر دوباره توی جنگل پیچید. حیوانات کوچیک و بزرگ جنگل هر بار با شنیدن غرش‌های ترسناک شیر یا به داخل لونه هاشون پناه می بردن یا لای شاخ و برگ‌های درختان پنهان می شدن. با اومدن شیر به اون جنگل حیوانات دیگه شاد و خوشحال نبودن و شب و روز با ترس و نگرانی زندگی می کردن. حیوانات برای بچه‌های خودشون خیلی نگران و دلواپس بودن چون بارها بچه‌هاشون طعمه شیر شده بودن. ظلم و ستم شیر زندگی رو به همه حیوانات جنگل تلخ کرده بود. شیر هم به زندگی خودش ادامه میداد. اون هر روز یه گوشه جنگل کمین میکرد و هر حیوانی رو که بیخبر از کمینش توی جنگل گردش میکرد شکار میکرد و میخورد. خرگوش از این وضعیت خیلی ناراحت و خسته بود. اون به روزهایی فکر میکرد که حیوانات جنگل به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکردن ولی با اومدن شیر شب و روزشون با وحشت میگذشت. تا بالاخره روزی از روزها خرگوش حیوانات جنگل رو در گوشه‌ای جمع کرد و از اونا خواست که راه چاره‌ای پیدا کنن تا از دست ظلم و آزارهای شیر درنده خلاص بشن. حیوانات هر کدوم حرفی می زدن و نظری می دادن. بعضی از اونا ناامید بودن، بعضی هم عصبانی. خرگوش دانا به حرفهای همه اونها گوش داد و بعد گفت دوستان، هممون میدونیم که شیر حیوان قوی و بسیار بیرحمیه. ما نمیتونیم با اون وارد جنگ بشیم. باید راه حل درستی پیدا کنیم تا اون رو از بین ببریم و به زندگی خوب و خوشی که در جنگل داشتیم ادامه بدیم. سنجاب گفت مگه بجز مبارزه با شیر ظالم راه دیگه ای هم هست؟ میمون گفت من یه فکری دارم. شیر رو تعقیب میکنم، هر وقت خواست به یه حیوانی حمله کنه سعی میکنم با جیغ و دادام اون حیوان رو باخبر کنم تا فرار کنه. وقتی هم که شیر نتونه حیوانی رو شکار کنه خب از گرسنگی میمیره. خرگوش که خیلی زیرک و باهوش بود گفت اما من راه حل بهتری دارم. من پیش شیر میرم و با اون صحبت میکنم. حیوانات با تعجب به خرگوش نگاه کردن و گفتن پیش شیر میری؟ خرگوش گفت بله، فردا صبح پیش اون میرم تا نقشه خودم رو اجرا کنم. صبح زود همه حیوانات از خواب بیدار شدن. خرگوش هم آماده بود که به خونه شیر بره. حیوانات جنگل برای سرنوشت خرگوش خیلی نگران بودن. اونا نمیدونستن که اون زنده و سالم از پیش شیر برمیگرده یا نه. همگی دورش جمع شدن و براش آرزوی پیروزی کردن و خرگوش بعد از خداحافظی با دوستانش به طرف خونه شیر به راه افتاد. رفت تا به خونه شیر رسید.
و تا در زد و شیر در رو باز کرد و چشم خرگوش به هیکل قوی و پنجه های تیزش افتاد، شروع کرد به لرزیدن. شیر غرشی کرد و گفت: به به، چه غذای حاضر و آماده ای! گرچه یک خرگوش کوچولویی، ولی برای ناهار امروزم کافی هستی. خرگوش که از غرش شیر خیلی خیلی ترسیده بود، عقب رفت و با ترس و لرز گفت: سلام سلطان جنگل، شیر قدرتمند، من اومدم تا با شما صحبت کنم. شیر گفت: تو خرگوش ضعیف و لاغر، با من چه صحبتی داری؟ خرگوش گفت: من و حیوانات جنگل تصمیم گرفتیم کاری کنیم که شما دیگه مجبور نباشید برای شکار به این طرف و اون طرف برید. شیر نعره‌ای زد و گفت: چی گفتی؟ تو خرگوش لاغر مردنی اومدی به من بگی که شکار نکنم و گرسنه بمونم؟ خرگوش که دید شیر عصبانی شده، ترسان و لرزان گفت: نه جناب شیر، ما به راحتی شما فکر کردیم و تصمیم گرفتیم برای اینکه خودتون رو به زحمت نندازی، هر روز یکی از ما یه حیوانی رو پیش شما بیاره و شما دیگه برای شکار کردن خودتون رو خسته نکنید و هر روز هم ناهار خوشمزه و حاضر و آماده‌ای داشته باشید، به شرط اینکه به حیوانای دیگه کاری نداشته باشید. شیر کمی فکر کرد و گفت: این فکر خوبیه، ولی وای به حال شما اگر که به قولی که میدید عمل نکنید و منو بی غذا بذارید. اون موقع حتی یه حیوانم از دست من در امان نمیمونه. خرگوش گفت: بله جناب شیر، خیالتون راحت باشه، ما حتی یه روزم شما رو بی غذا نمیذاریم. حیوانات جنگل وقتی از نقشه خرگوش با خبر شدن، کارشون رو شروع کردن. اونها هر روز حیوانی رو به خونه شیر می بردن و خودشون با خیال راحت به جنگل برمیگشتن. شیر هم از این که هیچ زحمتی برای تهیه غذاش نمی کشید و هر روز شکار تازه‌ای براش برده می شد، خیلی راضی و خوشحال بود. هر حیوانی به نوبت شکاری رو به خونه شیر برد تا بالاخره نوبت به خرگوش رسید. خرگوش از مدت‌ها پیش دنبال چاره‌ای بود تا بتونه حیوانات رو از دست ظلم و ستم شیر خلاص کنه. فردای اون روز که نوبت اون بود، تمام شب رو فکر کرد تا نقشه خوبی به ذهنش رسید. صبح زود با خوشحالی به طرف خونه شیر به راه افتاد. حیوانات جنگل وقتی دیدن خرگوش با دست خالی پیش شیر میره، با تعجب گفتن: خرگوش دانا، نکنه قولتو فراموش کردی؟ حالا که نوبت تو رسیده، چرا با دست خالی داری پیش شیر میری؟ اگه اون از بدقولی ما عصبانی بشه، به هیچ حیوانی رحم نمیکنه. خرگوش گفت: دوستان من، نگران نباشید، من نقشه‌ای دارم که ما رو برای همیشه از دست شیر ظالم نجات میده. حیوانات با اینکه نگران عاقبت کار خرگوش بودن، ولی چون به دانایی اون اطمینان داشتن، قبول کردند و منتظر موندن و برای پیروزی خرگوش دعا کردند. خرگوش با دست خالی راهی خانه شیر شد. آرام و بدون هیچ عجله و شتابی رفت و دیرتر از وقت هر روز به خونه شیر رسید. صدای غرش شیر از خونش شنیده میشد. چند ساعت از وقت غذاش گذشته بود و از گرسنگی داشت نعره میزد و میگفت: وای به حال خرگوش اگه یادش رفته باشه، اگه منو بی غذا بذاره، هیچ حیوانی از پنجه های تیز من در امان نمیمونه. من حتی به بچه های کوچیک اونا هم رحم نمی کنم. خرگوش جلوی خونه شیر رسید و در زد و با قیافه غمگینی جلو رفت و سلام کرد. شیر وقتی خرگوش رو بدون غذا دید، با عصبانیت گفت: قولی رو که داده بودی زیر پا گذاشتی. بعد هم نعره‌ای زد و گفت: وای بر تو حیوانات جنگل.
خرگوش که به خودش و نقشش امیدوار بود جلو رفت و گریه کنان گفت: جناب شیر، امروز که نوبت من بود داشتم یه خرگوش براتون می آوردم که بین راه یک. شیر با عصبانیت گفت: حرف بزن، زود بگو ناهار من چی شد؟ خرگوش گفت: بین راه یه شیر غریبه جلوی منو گرفت و گفت این غذا رو کجا میبری؟ وقتی گفتم برای جناب شیر بزرگ، اونم عصبانی شد و غرشی کرد و گفت جناب شیر منم، این غذای منه. بعد هم با پنجه‌هاش به اون خرگوش حمله کرد و اونو از دست من قاپید. شیر که حرفهای خرگوش رو باور کرده بود گفت: تو چی گفتی؟ یک شیر غریبه اینجا اومده و غذای منو خورده؟ بدو هرچی زودتر منو ببر بهش نشون بده. با پنجه‌های تیزم پاره پارش میکنم. حسابشو میرسم تا دیگه هیچ حیوانی جرأت نکنه چنین کاری بکنه. زود باش اونو به من نشون بده. خرگوش که توی دلش خیلی خوشحال بود با همون قیافه غمگین و ناراحت گفت: بله قربان، لطفاً همراه من بیاین تا اونو نشونتون بدم. و بعد در میان جنگل به راه افتادن. رفتن تا به یک چاه رسیدن. خرگوش نزدیک چاه رفت و گفت: جناب شیر، دشمن و رقیب شما اینجاست. اون شیر قویه ها، لطفاً مواظب باشید. شیر گفت: از هیچی نترس، با من بیا. بعد هم خودش با عصبانیت جلو رفت و لبه چاه ایستاد. خرگوش هم جلو رفت و کنار شیر ایستاد. بعد هر دو طرفشون به طرف چاه خم شدن. عکس شیر و خرگوش توی آب افتاد. خرگوش با عجله گفت: جناب شیر میبینید؟ این همون شیره ها، همون دشمن شما، و اونم خرگوشیه که غذای امروزتون بود. اون خرگوش رو به زور از من گرفت. شیر مغرور تا عکس خودش رو در آب چاه دید نعره‌ای زد و برای جنگ با دشمن جدیدش داخل چاه پرید. ولی وقتی توی آب افتاد تازه فهمید که همه اینا نقشه خرگوش بوده. خواست خودش رو از توی چاه نجات بده ها، ولی هر چی سعی کرد نتونست و بالاخره به ته چاه رفت و غرق شد. خرگوش که تونسته بود با نیروی فکرش شیر ظالم رو به سزای کارهای بدش برسونه، با خوشحالی به طرف جنگل دوید و خبر نابودی شیر ظالم رو به دوستاش داد. و از اون روز حیوانات جنگل بدون ترس و نگرانی با خیال راحت به زندگیشون توی اون جنگل سبز و قشنگ ادامه دادن. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. بچه‌های عزیزم، حالا شما بگین چه درسی از این داستان گرفتین؟ شبتون بخیر.